لوازم آرایشی که خیلی وقت بود نرفته بودم سراغشون. این پرایمر بیو استار ایرانیه ولی خیلی خوبه، قشنگ منافذ رو پر میکنه، مات میکنه پوستو. کرم پودر فلورمان خیلی بافت سبکی داره ولی کاورش خیلی خوبه و موندگاریش هم عالیه واقعا با این قیمت. کانسیلر مای برای روزانه خوبه، به نظرم راضی کننده است. کانتور استیکی بیو استار خیلی خوشگله و قشنگم بلند میشه. اینم از بینی. یه دونه هایلایتر مایه خیلی خوشگل که بازم از یه برند ایرانیه، نوتریکا. بچه البته این ویدیو اصلا اسپانسری نیست، یعنی تبلیغاتی نیست، اینا رو من همه رو پول دادم خریدم. یکم میزنی رو دستت ببین، همونم زیاد بود، اصلا خیلی خوبه. پودر فیکس ایرانی خوب، اگر میخواین لگران خوبه. قشنگ این قسمت ها رو مات و مخملی میکنه. این سایه خوشگل شیگلم، یکم سایه مشکی، سایه قهوه‌ای رو میذارم دقیقا این بالاش. بد نشد. کمام این زیر، این دوتا از رنگاش اصلا نمیشه ازش زد. یکم از این میزنم جلوی پلکم. خوشم اومده، دارم خیلی بازی میکنم با این سایه. ریمل مای از ایناست که حجم میده. ژل ابروی نوتریکا در حد مرتب کردن ابروه. این رژگونه صورتی هانتین خیلی خوشگله، خیلی مرزونه. خط لب شیگلم، این رژ لب خوشگله لگراند که رنگ مورد علاقه منه، چندین ساله میخرمش، 508. به نظرم بامزه شد. اگر از این سبک ویدیوهای میکاپی دوست دارین مرسی که منو فالو میکنین و بوس به کلتون تا ویدیو بعد. بای.